با درود بر شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی اندیشه. من الهام ستاکی از شما دعوت میکنم به برنامه دیگر از ویژه برنامه شورای ملی ایران توجه بفرمایید. و ما در این هفته آقای نیمای سعیدی عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران با ما هستند و پاسخگوی پرسش‌های شما بینندگان گرامی. آقای نیما سعیدی با درود و سپاسگزار از اینکه این هفته هم وقتتون رو گذاشتین و در این برنامه شرکت کردید. با درود به شما خانم ستاکی، با درود به همه همیهنانمون در سراسر جهان، به ویژه مخاطبین این برنامه. امیدوار هستم که درودهای میهنیارانه من رو پذیرا باشید. در خدمتتون هستم. بله، به مخاطبین این برنامه اشاره کردین آقای نیما. من در آغاز برنامه دو پرسش دارم که بینندگان این برنامه پس از برنامه هفته پیش برای تلویزیون ارسال کردن. این دو پرسش رو به ترتیب براتون میخونم و شما لطف کنین پاسخگو باشید برای این بینندگان که مطمئنم که نشستن الان تا پاسخشون رو بشنون. بیننده نوشته مگر نه اینکه سخنگوی شورای ملی شخص شاهزاده رضا پهلوی انتخاب شده، پس آقای نیما با چه مجوزی سخنگویی میکنند؟ این پس از مصاحبه با شما بود در هفته گذشته. البته پرسش بعدی هم هست، میخواین این رو پاسخ بدین بعد من پرسش بعدی رو بخونم یا اینکه میخواین پاسخ پرسش نخست رو اول بدین؟ خواهش میکنم، من نخستین پرسش رو پاسخ میدم. ببینین، ضمن احترام برای این همیهن بسیار گرامی که برنامه رو دنبال کرده، من به یاد ندارم که در واقع در برنامه پیشین از طرف من در جای عنوان شده باشه که من جانشین یا سخنگوی برگزیده این نهاد یعنی شورای ملی هستم، یا در واقع جانشین یا برگزیده سخنگوی دفتر سیاسی یا شورای عالی، فرقی نمیکنه. همون بودیم که خودتون واقف هستین و در طول برنامه گذشته به صراحت عنوان شد. در برنامه پیشین من رو به عنوان یکی از اعضای شورای ملی معرفی کردید و همینطور که اکثر همیهنانمون میدونن، شاهزاده رضا پهلوی هم جهت بازتاب در واقع خط مشی سیاسی این حرکت در سطح بین‌المللی به عنوان سخنگو معرف حضور اعضای محترم مجمع مؤسس یا مجمع عمومی و در واقع در شورای ملی هستن و ایشون جانشینی رو برنگزیدن و من هم جانشین ایشون نیستم. بلکه آنچه کاملا روشن و شفاف عنوان شده و به اون استناد شد تنها بیان نظرات شخصی من متناسب با وظیفه و مسئولیتی است که در راستای پیشبرد اهداف شورای ملی ایران به عنوان یکی از اعضای این نهاد و همچنین یکی از اعضای دفتر سیاسی در واقع مطرح شد و من هم به همین نسبت در همین برنامه هم در واقع پاسخگوی پرسش‌های شما خواهم بود تا جایی که به هر حال این توانایی رو داشته باشم. پس برای اینکه این مسئله خود بیشتر روشن بشه، در واقع این برنامه‌ای که ما الان داریم یا اینکه پرسش هایی که عنوان میشه رو شما از طرف دفتر دارین پاسخ میدین، نه از طرف شخص خودتون و نه اینکه حتما باید تمام پرسش ها رو شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنگو پاسخگو باشن. اینطوره؟ من یک بار دیگه تکرار میکنم، من نه جانشین شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه سخنگوی شورای ملی هستم و نه به تبع تمام تصمیماتی که مشخصا در یک محدوده سیاسی گرفته میشه از طرف دفتر سیاسی بازتاب دهنده ختم مشی سیاسی این دفتر هستم. صرفا به عنوان یکی از اعضای شورای ملی و یکی از اعضای دفتر سیاسی متناسب با وظیفه و مسئولیت هم در قبال پرسش‌هایی که همیهنانمون عنوان میکنن جهت آگاهی اونها، اگر این توانایی و این وظیفه رو در محدوده کاری خودم ببینم پاسخگو خواهم بود، نه چیزی کمتر از این و نه چیزی بیشتر از این. چون این استنباط وجود داره که چون من یکی از اعضای دفتر سیاسی هستم بازتاب دهنده خط مشی سیاسی این دفتر هستم، یا اگر به هر ترتیب گفتگوهایی صورت میگیره در مورد حمایت اعضای مختلف و خب خود شاهزاده هم به عنوان یک عضو من بازتاب دهنده در واقع افکار یا تفکرات ایشون هستم. همه همیهنانمون به خوبی میدونن که ما یک سخنگو بیشتر در شورای ملی نداریم که تکرار میکنم این فرد هدفش و وظیفش متناسب با اساسنامه‌ای که به هر حال معرف حضور اعضای مجمع مؤسس هست
تنها و تنها بازتاب دهنده خط مشی سیاسی اهداف شورای ملی، آن هم اهداف بالای شورای ملی در سطح بین الملل و ایشون به عنوان یک فرد طبیعتا این امکان رو نداره، مثل من نوعی یا شاید این فرصت رو نداشته باشه که در طول محافل و یا رسانه‌های مختلف حضور به عمل بیاره و بخواد تمام مسائلی که خب هم‌میهنانمون براشون ممکنه به عنوان یک پرسش در ذهنشون حاصل شده باشه رو بخواد پاسخگو باشه. از این رو اون محدوده و اون وظیفه‌ای که حداقل من به عنوان یک عضو در خود می‌بینم و میتونم هم‌میهنانمون رو جهت حمایت و پشتیبانی از این حرکت سهیم کنم، خب طبیعتا ازش دریغ نخواهم کرد و در این محفل و در این ویژه برنامه حضور به عمل میارم و سعی میکنم با هم‌میهنانم گفتگویی داشته باشم یا به پرسش‌های اونها پاسخ بدم. تکرار میکنم من جانشین ایشون نیستم و ایشون هم جانشین رو برنگزیدن و در برنامه پیشین هم به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نشده. بله، خب پرسش بعدی باز برمیگرده به برنامه هفته پیش و به شما و بیننده اینطور نوشتن. ایشان دم از مذاکره با جمهوری اسلامی زدند که تا جایی که به خاطر دارم و منشور شورا را امضا کرده ام، هدف ما انحلال جمهوری اسلامی می باشد، نه مذاکره و تداوم. ممنون می شوم پاسخگو باشید. درسته، این هم‌میهنمون ضمن که من از ایشون سپاسگزار هستم که این پرسش رو مطرح کردن، طبیعتاً به خوبی واقف هستن که هدف نهایی ما یعنی برگزاری انتخابات آزاد با یک سری از پیش‌شرط‌ها و با یک سری از در واقع اهداف مشخص دنبال شده در کوتاه مدت، از جمله در واقع پایان دادن به عمر این حکومت و تمام نیروهایی که در شورای ملی گرد هم اومدن به عنوان افراد انحلال طلب برای استقرار حاکمیت مردم در چارچوب یک حکومت سکولار و دموکرات گام برمی‌دارند. در نتیجه این هم‌میهنمون بایستی به این مسئله توجه کنید. اگر در جایی در مصاحبه‌ای که من با شما در برنامه پیشین داشتم به واژه مذاکره اشاره شد و مشخصاً مذاکره با جمهوری اسلامی در واقع هدف بود، میبایستی به عرض این پرسشگر عزیز برسونم که همون گونه که در تمام طول زمان برنامه به مسئله تحریم انتصابات و برگزاری انتخابات آزاد مطابق با موازین بین‌المللی نیز اشاره شد و پذیرش مفاد مصوبه کنوانسیون 154 بین المجالس و 21 جهانی حقوق بشر، نمیتونیم این استنباط رو به وجود بیاریم از اون مصاحبه و یا به کارگیری اون واژه که شورای ملی ایران حامی مذاکره با جمهوری اسلامیه، اون هم بر سر پذیرش خواست انتصابات نمایشیش. اگر اینطور بود این هم‌میهنانمون در مرحله‌ای که الان نامه‌ای از طرف این دفتر یعنی دفتر سیاسی انتشار یافته رو در تبع اون مذاکره یا خواست پذیرش انتصابات نمایشی حکومت جمهوری اسلامی نمی‌دیدن. در نتیجه من این نسبت گفتگویی که انجام گرفت رو صرفاً برای فراهم آوردن یک باب دیالوگ برای شنیدن خواست مردم ایران برای برگزاری انتخابات آزاد جهت استقرار یک حکومت سکولار و دموکرات در نظر گرفتم و در همین چارچوب هم سعی کردم به اون وجهه آشتی یا کنار آمدن با جمهوری اسلامی نبخشم. چون همه ما به خوبی میدونیم ببینید کسانی که در عرصه سیاسی فعال هستند به کارگیری بسیاری از واژه‌ها از جمله مذاکره که طبیعتاً در بطن و روح تصمیم نامه‌ای که در ساعاتی پیش انتشار یافته یا در روز گذشته تقریباً در اروپا انتشار یافت حاکی از این هستش که برای به زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی و شنیدن حق سلب شده مردم ایران بایستی گامی رو به هر حال برداشت به نسبت گام‌هایی که در گذشته برداشته شده که حکومت یا سردمداران این حکومت هم به خواست برگزاری انتخابات که خواست واقعی مردم هست بدن. در اصول سیاسی هر دیالوگی به معنای آشتی یا پذیرش خواست طرف مقابل نیستش. از این پس بایستی به این واژه‌ها و به کارگیری این واژه‌ها اگر دوستانمون دقت می‌کنن به کارگیری ابعاد در واقع استفاده این واژه‌ها در اصل سیاست اون هم در ابعاد بین‌المللی هم تجربه دقت کنن و توجه کنن و تجربه خودشون رو صرفا یک تجربه محدود سازمانی و گروهی نسنجن. چون ممکنه که یک نهاد سیاسی شاهد گفتگوهایی در سطح داخلی و خارجی باشه، از جمله همین نامه که خب به نحوی آغاز یک گفتگوی مشخص با سران حکومت جمهوری اسلامی و شخص اول این مملکت که در تمام تصمیم‌گیری‌ها دخیل هست یعنی علی خامنه‌ای بوده و سعی کرده متناسب با جنایاتی که در بدنه این رژیم صورت گرفته جهت بازپسگیری حق مردم گفتگویی رو
رقم بزنه که در قالب این گفتگو خواسته های مردم ما مطرح است، نه خواسته های حکومت جمهوری اسلامی. یادآور میشم که در باب مذاکره دیپلماتیک محتوای مذاکره به همون قسمی تنظیم میشه که هر یک از طرفین مذاکره ضمن اینکه به دنبال باورهای خودشون و منافع حاصله از اون باورها در اون مذاکره هستن، اما در این حال متناسب با مواضع بین‌المللی یک گفتگو و یک چارچوبی رو تعریف کردند و بر اساس اون مواضع و چارچوب طبیعتاً واسه گفتگو کنند. ما نمیتونیم در یک نامه‌ای که خب هدفش کاملا مشخصه، برگزاری انتخابات آزاد، یعنی هدف مشخص شورای ملی ایران، برگردیم در اون نامه به نسبت تمام جنایت‌هایی که صورت گرفته بخوایم با یک لحن غیر دیپلماتیک و با یک لحنی که به هر حال کشورهای دموکرات نمیتونن حامی اون باشن، اون هم در شرایطی که بعضا بسیاری از این کشورها جهت در واقع خلع سلاح اتمی جمهوری اسلامی در گفتگو هستن، گفتگویی رو به کار ببریم و نسبت اپوزیسیون در واقع یا شورای ملی تحت سرکوب و تحت حملات نظامی سوریه رو به شورای ملی ایران در واقع تعلق خاطر ببخشیم. این کاملا اشتباهه، چون ما نه اون نسبت رو داریم و نه در اون فضا قرار گرفتیم. ملت ما ملتی دموکرات هستند و خواست اونها چیزی جز برگزاری انتخابات آزاد نیست که در نتیجه اون انتخابات آزاد بتونن نمایندگان واقعیشون رو، دولت منتخب خودشون رو بگزینن. در نتیجه برای اینکه این استراتژی مشخصاً بتونه فرایند عبور از این نظام رو رقم بزنه که طبیعتاً جمهوری اسلامی تن به خواسته برگزاری انتخابات نخواهد داد و با این حرکت ما سعی کردیم توجه کشورهای جهانی رو به خودمون جلب کنیم و حمایت از این آقای نیما، من پوزش میخوام ازتون، پوزش میخوام آقای نیما، من گفتتون رو قطع میکنم فقط به این دلیل که ما از پرسش دومی که عنوان کردیم و شما پاسخگو بودین برای به اون بیننده که از هفته پیش بود. البته خب یه خورده چون ربط هم داره به نامه، شما وارد نامه‌ای شدید که همونطور که فرمودین، من میخوام برای بینندگان هم این رو اشاره بکنم و توضیح بدم که همونطور که فرمودین چندین ساعت پیش، البته من دیروز این نامه به دستم رسید، نامه رو دیدم، نامه‌ای هستش که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته شده. بله، و میتون فقط جهت توضیح، حالا آقای نیما میتونین در ارتباط با این نامه شما بیشتر توضیح بدین یا اینکه متن این نامه رو میتونین در موردش برای بینندگان بگید؟ با کمال میل. من خیلی سپاسگزارم از شما خانم ستارگی، چون به واسطه این اختلاف زمانی که در اروپا و امریکا هست، این استنباط رو من داشتم به اشتباه که خب به هر حال دوستانمون در امریکا و یا در داخل کشور با توجه به فضای سرکوب مطلع هستند. در این خصوص من اگر اجازه بدید متن مشخص نامه رو برای همه هم‌میهنان فارسی زبانمون خواهم خواند در سراسر جهان. فقط من در پایان پرسشی که این هم‌میهنمون داشتن این نکته رو اشاره کنم که در مصاحبه پیشین مشخصاً اگر در خصوص مذاکره با جمهوری اسلامی اشاره شد و این واژه در کلام من به کار رفت، محتوای این استفاده از کلمه در واقع به هیچ وجه به معنای آشتی با جمهوری اسلامی و یا کنار اومدن با این حکومت نبوده. بازم تکرار میکنم، در یک مذاکره دو طرف ضمن باورمندی به منافعی که از اون مذاکره در واقع میخوام به دست بیارن، بایستی فضایی رو حاصل کنن که اون مذاکره صورت بپذیره. در غیر این صورت ما یک فضایی رو خواهیم داشت که جز نزاع و درگیری چیزی عایدمون نخواهد شد. پس یعنی شما میفرمایید که هنوز هدف شورا براندازی جمهوری اسلامی است؟ هدف شورا از ابتدا به ساکن هم براندازی حکومت جمهوری اسلامی بوده و تا پایان هم به همین شکل خواهد بود. اما استنباط عده‌ای که صرفاً در جهت تنظیم این نامه یا صرفاً در جهت به کارگیری یک کلمه که در برنامه پیشین من عنوان کردم، یعنی مذاکره، چیزی برخلاف اون روح اهداف ماست، خب این دیدگاه شخصی این دوستان هست، اینه که برای این عزیزان من احترام قائل هستم، اما توجه این عزیزان رو به این نکته جلب می‌کنم که ما از این هدف، یعنی برگزاری انتخابات آزاد، در واقع نه تنها منصرف نخواهیم شد و این هدف رو دنبال خواهیم کرد، چون این هدف خاص مردم ماست و ما هم در قبال خاص اونها مسئول هستیم و در این جایگاه متناسب با مسئولیتی که اونها بر دوش ما گذاشتن بایستی پاسخگو و عهدهدار حرکت و خواست اونها باشیم. به این نکته هم واقفیم که حکومت جمهوری اسلامی ممکن است هم به این خواسته نده و این شرایط رو فراهم نکنه و برای اینکه ما به اون نقطه نرسیم و برای جانم
دقیقاً آقای نیما همین رو می‌خواستم اشاره کنم. شما واژه مذاکره رو استفاده کردید و بعد همزمان هم خب براندازی، مذاکره با جمهوری اسلامی که و با براندازی، به خاطر همین شاید این دو واژه با هم دیگه. ببینید در واقع سیاستی که پشت این حرکت نهفته حاکی از این هست، داشتم همین رو توضیح میدادم. حکومت جمهوری اسلامی تن به خواست برگزاری انتخابات آزاد نخواهد داد. دو تا هدف عمده وجود داره. ما میدونیم که در این پروسه‌ای که الان باهاش روبرو هستیم، یعنی انتصابات نمایشی، در واقع سیر کثیری از هممیهنانمون هستن که ممکن هست این انتصابات رو تحریم کنن، یعنی خواست تحریم انتصابات رو مطرح کنن. اما این خواست کافی نیست. ما احتیاج به در واقع چیز دیگری داریم که ضمن استناد به اون بتونیم توجه کشورهای جهانی رو که خواهان مذاکره یا با این حکومت هستن یا خواهان در واقع تعرض به کشورمون و یا جنگ آفرینی رو به قسمی جلب کنیم که اپوزیسیون ایران که خواستش عبور از این نظام هست در واقع بیش از پیش پررنگ دیده بشه. و از همه مهمتر ما میدونیم که در داخل کشور اونهایی که این انتصابات رو تحریم کنن و اونهایی که حتی ناخواسته مجبور هستن برن رأی باطل در هفته‌های آخر در صندوق انتصاباتی نظام بیاندازن که امیدوارم این تعداد بسیار کمی باشن، خواه ناخواه این امر رو رقم خواهند زد که در صف معترضین به سمت به کارگیری ابزار و ادوات نافرمانی مدنی پیش خواهند رفت. و زمانی که صحبت از این خواست میشه، خب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تن به این خواست نده، با خروش مردم، با طغیان و با اعتراض و اعتصابات اونها روبرو خواهد بود. من فکر نمی کنم برای یک فردی که در جایگاه سیاسی به عنوان یک کنشگر یا یک کسی که خب به هر حال با این استراتژی واقع پست احتیاج به توضیح باشه که هدف از تنظیم این نامه چه بوده، چون که محتویات این نامه از لحاظ استراتژیک و از لحاظ تاکتیک و محتوا کاملا روشن و شفافه. و همینطور که آقای نیما، به خاطر اینکه با پوزش من واقعا ازتون پوزش میخوام که کلامتون رو قطع میکنم، فقط چون زمان رو من باید حواسم بهش باشه، لطف میکنید به محتویات این نامه بپردازید تا بینندگان ما، اونهایی که تا حالا این نامه رو نخوندن، دقیقاً بدونن که این نامه به آقای خامنه‌ای، این نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشته شده محتویاتش چه هستش. و همچنین من میبینم که این نامه به دبیر کل سازمان ملل آقای بان کی مون قراره بره و همینطور کشورهای دیگه. لطف کنید از محتویات این نامه برای بینندگان بگین تا من پرسش بعدیم رو عنوان کنم. با کمال میل. فقط این نکته رو هم بگم که این نامه همزمان برای بسیاری از دولتمردان خارجی به چندین زبان هم ترجمه خواهد شد و فرستاده خواهد شد. به نام ملت بزرگ ایران، از دفتر سیاسی شورای ملی ایران به دفتر آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. صندوق پستی که به هر حال شماره اون کاملا مشخص هست: 13 18 5 15 55. تاریخ 23 اردیبهشت 1392 برابر با 30 می 2013. جناب آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. شورای ملی ایران نهادی ملی و دموکراتیک در مسیر آشتی ملی و تقویت وحدت ملی با هدف برقراری حاکمیت ملت ایران تشکیل شد و معتقد است که دستیابی به این هدف از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اساس ماده 21 بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه 154 نشست شورای بین المجالس امکان پذیر میباشد. چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه متناقضی است که از یک سو ابزار تمرکز قدرت در دست یک نفر به نام ولی فقیه و از سوی دیگر نماد تبعیض و نابرابری شهروندان ایرانی است. افزون بر این، فقدان آزادی بیان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، نهادها و سازمان‌های مردمی مستقل از حکومت، سرکوب هر گونه گردهمایی یا اعتصاب و ممنوعیت رسانه‌های غیر وابسته به حکومت، امکان برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را ناممکن کرده است. پس از گذشت بیش از 3 دهه اختناق و سرکوب، از جمله اعدام‌های گسترده پس از 22 بهمن 57، کشتار زندانیان در دهه 60، ترور فعالان سیاسی در خارج از کشور، به درازا کشاندن جنگ تحمیلی و خانمانسوز، زندانی و شکنجه آزادیخواهان و رویداد ناگوار کوی دانشگاه، مردم ایران بار دیگر با حضور گسترده خود در جریان رخدادهای تابستان 1388 برگ نوینی از تاریخ جنبش آزادیخواهی را در راه رسیدن به دموکراسی را گشودند و مشروعیت کل نظام را به چالش کشیدند.
و با فریاد شعار رأی منکوب به جهانیان نشان دادند که انتخابات در لوای قانون اساسی جمهوری اسلامی انتصاباتی از پیش تعیین شده توسط رهبر این حکومت میباشد. حکومت جمهوری اسلامی با اعمال سیاست‌های غلط و غیر انسانی در عرصه داخلی و سیاست‌های مداخله جویانه و تنش‌آفرین در عرصه خارجی همه ساختارها و زیرساخت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور را به آستانه نابودی کشانده و کشورمان را به سوی فروپاشی اجتماعی می‌راند. در چنین شرایط حساس تاریخی که سرزمینمان ایران با آن روبروست و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم و یکپارچگی مرزهای کشور را بیش از پیش تهدید می‌کند، شورای ملی ایران از جناب عالی سید علی خامنه‌ای که بر اساس پیش‌نویس و اصل‌های 57 60 107 108 109 113 122 130 131 157 و 175 و دیگر موارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقام رهبر جمهوری اسلامی مسئول و تصمیم گیرنده نهایی اداره امور کشور میباشید، دعوت به عمل میآورد برای برون رفت از بحران‌های موجود که کشورمان با آن روبروست از عوامل و امکانات در اختیار خود استفاده نموده و به جنبش آزادیخواهی ملت ایران بپیوندید و شرایط زیر را سریعاً فراهم نمایید. یکم، آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی عقیدتی در سراسر کشور. دوم، انحلال مراسم به اصطلاح انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری خرداد 1392. سوم، فراهم نمودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم به منظور تعیین سرنوشت مردم به دست ملت ایران با پیروی از ماده 21 بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه 154 نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی‌طرف همانند سازمان ملل متحد. این مهم تنها با ایجاد روحیه دیگرخواهی، مشارکت و تحمل، ایجاد فضای آزاد و سالم برای رسانه‌ها و احزاب و اجرای بی‌قید و شرط همه معیارهای اساسی انتخابات آزاد میسر می‌شود. با قرار دادن مردم در صدر تصمیم گیری‌های کلان در امور کشور، حق و حرمت جامعه را محترم شمارید و با پایبندی به قوانین و عرف بین‌المللی سلامت انتخابات را تضمین نمایید تا بتوانیم روح استبدادزدگی را از جرفای جان و روح کشورمان بزداییم. دفتر سیاسی شورای ملی ایران، پیوست منشور شورای ملی ایران، رونوشت دبیرکل محترم سازمان ملل آقای بان کی مون، رؤسای محترم کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، امریکا، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه و آلمان، ریاست محترم سازمان شورای بین المجالس آقای عبدالواحد رادی. خانم سرچاکی در خدمتتون هستم. بسیار خوب، ازتون بسیار سپاسگزارم آقای نیما که این نامه رو خوندین. این نامه دیروز به دست ما رسید و باید بگم که در همین ساعات کوتاه که این نامه رو من دیدم و خوندم پرسش هایی هستش. من یکی از اینها رو، چون که وقت برنامه اجازه نمیده، من یک پرسش رو عنوان میکنم. بله، از اتاق فرمان دارن میگن زمان داره تموم میشه. این پرسش رو عنوان میکنم، شما لطف کنید پاسخ بدین و بعد بقیه پرسش ها رو میتونیم بذاریم برای هفته آینده در ویژه برنامه شورای ملی ایران. این مسئله عنوان شده که شاهزاده رضا پهلوی آقای خامنه‌ای رو به عنوان جنایتکار به دادگاه لاهه معرفی خواستن بکنن. خب یا خواستن، یعنی این چند ماه پیش یا بیشتر اعلام شده و این مسئله بوده. خب از طرفی آقای خامنه‌ای قراره به دادگاه لاهه معرفی بشه به عنوان یک جنایتکار. از سوی دیگر شورای ملی به ایشون نامه‌ای میده و این نامه‌ای که الان شما خوندین. در این ارتباط چه توضیحی دارید بدید؟ در این مورد که علی خامنه‌ای به عنوان یک جنایتکار به هر حال با جنایات متعددی روبروست به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در نهاد حکومت جمهوری اسلامی، شکی در این مورد نیست. اما حکومت تحت رهبری علی خامنه‌ای مسبب بی‌قید و شرطی‌های فراوانی در بحران‌های سیاسی و اقتصادی است. و از اونجایی که علی خامنه‌ای به ترکیب شورای نگهبان به هر روی در هر یک از انتصابات نمایشی نقش مؤثری رو داشته که سمت و سوی افکار عمومی رو برای انتخاب یا انتصاب یک نفر مثل احمدی نژاد یا سایرین از اون صندوق به اصطلاح انتصاباتی یا انتخاباتی در واقع رقم بزنه، بایستی این هم‌میهنانمون به این موضوع توجه کنند که وقتی یک چنین فردی در رأس تصمیمات این چنینی در داخل کشور قرار میگیره،
طبیعتاً در اون بعد دیپلماتیک بایستی در این نامه از اون فرد خواسته میشد. و از طرف دیگر برای مشخص شدن وزنه مؤثر و سیاسی این حرکت و یا این نهاد سیاسی یعنی شورای ملی در بدنه اپوزیسیون پس از 34 سال فکر میکنم مخاطب قرار دادن این فرد که تصمیم گیرنده بسیاری از ناهنجاری‌ها در کشورمون بوده و یا جنایت‌ها از لحاظ سیاسی و اون تاکتیکی که انتخاب شد یک تاکتیک کاملا روشن و دقیقه. حکومت جمهوری اسلامی در رویارویی با جهان دموکرات نیاز نداره که برای حسن نیتش و یا ایجاد فضای آزاد جهت مشارکت همه نیروهای سیاسی بدون توسل به حزب خشونت و یا سرکوب یا اقدام دگراندیشان یا کسانی که خب در زندان به سر میبرند یک انتخابات آزادی رو رقم بزنه. وقتی علی خامنه‌ای در رأس چنین تصمیماتی قرار میگیره با توجه به این بی‌اعتمادی که الان وجود داره و جامعه ایران رو به حاکمیت تحت فرمان او و تنش‌هایی که او در واقع در رأس اون قرار گرفته سپرده، من فکر نمی‌کنم تنظیم این نامه و مخاطب قرار دادن او و ترجمه این نامه به چندین زبان در سطح بین‌الملل در واقع استراتژی نادرستی بوده، چرا که در تصمیم گیری هایی که در شورای ملی و در بدنه دفتر سیاسی در مورد اون گفتگوهای زیادی صورت گرفت، طبیعتاً سخنگوی در واقع شورای ملی یعنی شاهزاده رضا پهلوی هم به هر حال نظر شخصی خودشون رو عنوان کردن بدون اینکه ایشون به هر حال حق رأی متناسب با اون چیزی که در اساسنامه موجود هست داشته باشن. در پایان فقط من این نکته رو اشاره کنم، از اینجاست که وقتی ما در این شرایط بزنگاه حساس تاریخی قرار میگیریم و میدونیم که علی خامنه‌ای در رأس یک چنین جنایت‌هایی قرار داره و به عنوان رهبر مطلق حکومت جمهوری اسلامی از اختیارات و توانایی‌های لازم جهت پایان دادن به بحران‌های موجود برخورداره، بیشک با تن دادن به خواسته مردم ایران مبنی بر برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم بایستی او را به نحوی به چالش کشید که در اذعان بین‌المللی کشورهای غربی و اون دستی از مردم که همچنان به این حکومت وابسته هستند به دامان مبارزین بپیوندند. از این رو من لازم بود که این توضیح رو بدم. و الا همه ما میدونیم به عنوان یک ایرانی میهم پرست و مبارز که علی خامنه‌ای به جنایاتی که تا به اکنون انجام داده محکوم هست و سنخیت اون در تنظیم این نامه نمیتونه این نامه رو خدشه‌دار کنه، چرا که در مجموع کل حکومت جمهوری اسلامی با تصمیمات او به هر حال زیر سوال رفته و بایستی یک روز به همه این مسائل رسیدگی بشه. بله، چون منتقدین این نامه بر این باور هستند که چگونه شما این نامه رو به علی خامنه‌ای نوشتین موقعی که از خود رژیم یعنی آقای رفسنجانی، خامنه‌ای، موسوی، کروبی و نتونستن با خامنه‌ای کنار بیان و دستور خامنه‌ای بود که دستوری هم که به طور مثال در انتخابات پیشین ما دیدیم هنگامی که دستور داد که اگر به نوعی گفتش که اگر مردم به خیابون بیان جونشون کف دستشونه هستش که واقعا هم به همین گونه بود. پس با اشاره به همه اینها نظر شما از پرداختن به این نامه صرفا این نیستش که آقای خامنه‌ای بیاین سر میز مذاکره بشینیم ها؟ به هیچ وجه، چون علی خامنه‌ای مسئول اصلی تمام جنایت‌ها و تمام انتصابات‌ها و تمام ترکیب‌هایی که در قالب وزارت کشور شورای نگهبان هست میباشد. به همین دلیل هست که او را میبایستی مخاطب قرار میدادیم که خب این کار رو هم کرد. بسیار خوب، ازتون بسیار سپاسگزارم. به پایان این بخش از ویژه برنامه شورای ملی ایران رسیدیم. تا برنامه بعدی آقای نیما از شما سپاسگزارم و همچنین بینندگان گرامی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید. تا برنامه بعدی، بدرود. زنم